در روزهای اخیر خبرهای زیاد از سوریه میرسند که همه نقشه‌های نظامی صهیونیستی را برای پاره کردن این حکومت نوی سوریه برباد می‌دهند. طول سالهای دراز اسرائیل از عامل‌های کردی و دروزی برای عملی ساختن هدف‌های استراتژیکی خود استفاده می‌برد. فعالیت آن در منطقه خصوصاً پس از به قدرت رسیدن قوه‌های اسلامی بیشتر گردید. یکی از رویدادهای غیر چشم‌داشت امضای سازشنامه با سازمان قوه‌های دموکراتیک سوریه بود که طبق آن نیروها به ساختار نوی دولتی همراه می‌شوند. این دستاورد بزرگ به دمشق امکان می‌دهد که نظارت را بر سرحدها، فرودگاه‌ها و کندنی‌های نفت و گاز دوباره به دست آورد. باید ذکر کرد که این سازمان کردی که نیروی نظامی توانا دارد، 1/3 قلمرو سوریه را تحت نظارت دارد، از جمله اکثر کندنی‌های نفت و گاز کشور. بر اساس این سازشنامه کردهای سوریه حقوق‌های کنستیتوسیونی از جمله حق استفاده و تعلیم زبان مادری خود را به دست می‌آورند. همچنین به شخصان کوچانیده شده اجازه داده می‌شوند که به منزل‌های خود برگردند. سازشنامه این چنین به کردهای محلی امکان می‌دهد که نوابسته از منسوبیت مذهبی در روند سیاسی سوریه اشتراک کنند. ساکنان رقه، دیر الزور و دیگر منطقه‌هایی که تحت نظارت کردها قرار داشتند این سازشنامه تاریخی را با خوشنودی استقبال کردند. روز دیگر حکومت سوریه باز یک برتری اسرائیل را از بین برد. دمشق با نمایندگان بلندپایه جماعت دو روزهای سویدا سازشنامه همراه شوی پررأی این ولایت را به ساختارهای دولتی به امضا رساند. بر اساس این سازشنامه واحدهای نظامی دو روزها به وزارت کارهای داخلی سوریه همراه کرده می شوند. بعد از امضای سازشنامه دو روزها پرچم سوریه را برافراشته از اعتراف حاکمیت دمشق بر این قلمرو اشاره کردند. باید بر رهبران دو روزها تحسین گفت که به فتنه‌های اسرائیل داده نشدند. اسرائیل با بهانه حمایت از آنها بر ضد حکومت نوی سوریه می‌خواست این قلمروها را به یک قسم نظامی صهیونیستی تبدیل دهد.